مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و طبق قرار رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده با مقصد هوسمندگردانی، جلب زنان هنرمند، کدبانوҳои صاحب‌زفت، احیای شیرینی‌های ملی، بلند برداشتن اعتبار زن در جامعه، بالا بردن مهارت پزندگی آنها، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه و تربیت حس زیبایی پرستی و مهنت دوستی آنها بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در همه شهر و ناحیه‌های ولایت ازمون شیرینی‌های ملی و مуосир گذرانیده شده. غالبان آن به مرحله ولایتی راه یافتند. دور ولایتی ازمون مذکور در مهمانخانه سوقدیان شهر خوجند برگزار شد. در مرحله ولایتی این ازمون غالبان دور شهری ناحیوی از همه منطقه‌های ولایت فعالانه اشتراک نمودند. هدف از برگزاری ازمون شیرینی‌های ملی و مуосир تربیت حس زیباپرستی، خویشتن‌شناسی، هنرمندی و وطن دوستی، ترغیب طرز و اصول تیار کردن شیرینی‌های ملی و مуосир، ترغیب تجربه پیشقدم استحصال کنندگان شیرینی‌های ملی و مуосир بود. ازمون در بخش‌های بهترین شیرینی مуосир جریان گرفته، اشتراکچیان محصولات رنگارنگ و خوشمزه خود را پیشکش هیئت حکمان کردند. من امروز ما بسیار خوشبخت و خرسند از آن هستیم که دور ولایتی ازمون ولایتی شیرینی‌های ملی و مуосир در اینجا برگزار گردیده ایستاده است. ما همچون نمایندگان ناحیه باباجان غفورов با کدبانوی خود در اینجا اشتراک داریم که امروز برای مهمانان و برای داوران برای بهاگذاری زیاده از 40 نمود شیرینی‌های ملی و مуосир را پیشکش نمودیم که خیلی برای رواج دادن هنرهای مردمی و احیا نمودن هنرهای ملی قدیمه مساعدت خوب می نماید. هیئت حکمان مهارت آماده کنی شیرینی‌های ملی و مуосир، همچنین صفت آنها، طرز آماده کردن نمودهای گوناگون شیرینی، سطح و صفت معرفی نمودن محصولات تیار، سطح تربیت شاگردان و تأسیس مکتب شیرینی‌های ملی و مуосир، نوآوری، صرفه سرشته‌کاری و تشبثکاری از جانب اشتراکچیان را به اینابت گرفته غالبان را معین نمودند. در بخش بهترین شیرینی ملی ساکن شهر کانیبادام زلفیه حاجی‌بوی و صاحب مقام اول گردید. در بخش بهترین شیرینی مуосир باشد مقام اول نصیب ساکن شهر گلستان ستاره جومانова گردید. من بسیار خرسندم که امروز در این آزمون اشتراک نمودم و مینه‌داری خود را به حکومت ولایت سوق نیز رسانیدنی هستم که صاحب جای اول گردیدم از روی نامیناسیون شیرینی‌های ملی و به دور جمهوری را خط گرفتیم. معاون رئیس ولایت سوق زینور عظیمی غالبان و جایزه‌داران و همه اشتراکچیان این آزمون ولایتی را تبریک نموده ابراز داشت که در اصل شیرینی‌های آماده نموده و دسترخوان آراسته همه اشتراکچیان سزاوار بهای بلند است. با غالبان و جایزه‌داران آزمون توفای خاطروی رئیس ولایت سوق در فضای تنتنوی سپاریده شدند.